اوشو نه کندی معلومه؟ این دوه کندی کندی میری میاد خب اوکی باید کلا بله رول پلاک اول میگه رول پلاک باید چجوری میزدم بیا اینجا مامان رو هم چکش زده بود سر رول پلاک باید رول پلاک باشه والا اول رول پلاک به چیز خراب نمیشه اینجا اینجوری فکر کنم باید دیگه سوراخ باشه بر رول پلاک رول پلاک میره تو دیوار دیگه دیگه باید سوراخ باشه دیگه بره حالا این اینجا یا آها خودکار رو میدی؟ مثلا این میتونه رول پلاک میتونه اینجا باشه چکش میاری؟ خیلی داره چکش آره امیدوارم که چجوری داره تو این رول پلاک اینجوری دیگه باید سوراخ باشه رول پلاک بزنه خدا خب نمیده من بپرسم از چی بچگی خب یه دو پیش برمیدی؟ کدوم میدم بلند کدام بلند ای بود چجوری برعکس میشه؟ چجوری باز میشه؟ جای سوراخ رو علامت بزن با دریل و مته هم اندازه رول پلاک سوراخ کن مته پیچ کرد چجوری در میاد؟ سوراخ کن آها مثلا رول پلاک 6 مته 6 آره میه خدایا من چجوری این؟ خب جای پیش با رول پلاک جا آها بعد با چکش بزنم دیگه سوراخ شده حالا با چکش جای سوراخ علامت بزن با دریل و مته هم اندازه رول پلاک سوراخ کن اگر کامل داخل نره آرام با چکش بزن تا هم سطح دیوار بشه آره دیگه ببینم مته چنده مته بگیر باید رول پلاک رو خود چیز کنم مته چنده بذارم مته برای رول پلاک دیگه راست میگه کی مته به دست شدم رول پلاک لطفا منو خانم جور ممنون معلوم تو کار بله خب مته باید کلوچیز تر باشه مثل که یه درجه کلوچتر ای وای بین تا معلومه اول اینجا رو چیز کنیم
جارو میرم رول پلاک کیری جدید جدیده. ببینم چه ولی مامان آفرین. بذار یه رول پلاک هم اینجا میخوام واسه آره قشنگ رول پلاک اینو بزنی که رول پلاک این کجه یه مثلا پلاک برام دیوار خونه خونه مردم چه دیوار خودمونه. یه حواسم نکن. خب بذار از توی چیز دایی یه دونه من رول پلاک بیارم داره آبی ها اینا این یه رول پلاکش شد میشه خب مامان جان بله. خب اومده پیشگوشی بود این همین وسطه سکار این وریه اصلا دو کاد مردم این وریه این وری زنم اون وری زنم اشتباه زدم ببینم که این وری به این وری فکر کنم نه دیگه همون درست بود اول میاد روش دیگه. من میخوام ببینم نه میتونم جفتش میاد رو دوتا باشه میخوام ببینم بزرگی سمت دیواره یا بزرگی سمت این نکنه سراخهای کوچولو رو کردیم. نه سراخ بزرگی کردم ولی خواستم ببینم که پیش بمیدی؟ چه بزرگی ایجی ببندم موتور برق شده اون میخوره کو اون برق اینا خوب خب اینجا این مثلا اینجوری اینجوری مثلا مک بشه اون بالایی رو بس کنم اول باید اینا رو بس کنم بعد اون بالا میره نگهدار اینو
کاشتی مشغولی موقع چی؟ ناخون کاشتی دقیقا ناخون کاشتی بکنیم چی نه دیدی؟ دستم فرس دیگه راه افتاد دیگه دستم فرس شده باشه خوب چیز بده پیچ بزرگ نه از اینا رول پلاک یه دونه رول پلاک بکنم هست بودم آره اینو بده رول پلاک پرواز کرد بچه هم بود یه همین براست اینجوری این رول پلاک بگم بده خوبه دایی رول پلاک هم آورد مامان رول پلاک بده به من اسمش چیه؟ دستیارم بیا خب پیچ دو عدد بزرگ دوتا مال خودش هست دیگه نمیچرخه پیچ پیچ این در واقع رو چیز کنم من خاموش کنم ببین دو تا از این مشکی ها بیار کدوم مشکی ها؟ از این مشکی همونا بیار برو نگاه کن برای صافه از دور نگاه کن آره میخوام بیا خودت هم نگاه کن آره صافه آره بی این مدادو بگیر آره من بگیرم تو سوراخه برو تو سوراخ گردنیش مداد آره مداد با مداد گردنش هم بزن آها پایینه هم پایینه دیگه نمیخوام دستو بردار یه نقطه بزنی کافیه
پرپلاک بله. پرپلاکی داره استفاده کنید دیگه ناراحت نمیشه. ساده کنیم خوبه پرپلاکش آخه. چی دادن؟ برای دوشنبه من نمیدونم برای سوس فکر کنم داده بودن یه بار. دوباره گفتن 10 تا 2 1 تا 5 پیچ. پیچ ریز داری که دوش بذار مال چی؟ نه ریز نه پیچ برو بیا خب مشمع اونجاست. مال خود آها پرپلاکای خوش به درد نمیخوره نه؟ خوبه. من این سوراخ‌ها رو که میزنم پرپلاکای این انگار جایی انگار بهتره. یارو سایده شد. یکی دیگه بده پیش. بچم کو اونجا نشسته منتظر مامانه. من کات خارج نشدم. نه پرپلاک. پرپلاک بله. چون نوشته میخوام بیان آب و برگ و این چیزی داره چه کنم مثلا این ریدمال رو جمع کنیم بعد من میام بخونم. اینجا یکی توی بچه بعد اینجا تمیز کنیم. پرپلاک. البته خب پرپل سفیده خودشو بده. یه دونه تو بستاشه. اون رای خود بزنم آقایی داده ساده کنه دیگه که حالا میدقه اینو اگه پیچش تنگه مالدایی بهتره نه تنگه این باید از چیز کلوفتر استفاده کنم. مته کلوفتر. اون سفتره رو پراغایی داری این جنسش بهتره دیگه. پیچ پیچ های بلند اینجا این سفیده رو می‌ریزیم برای داریم میگه ما آبیار ساده کردیم سفیده رو داریم آره دیگه تو آره دیگه شاید یه موقع احتیاج شد پیچ هوا رو اصلا یعنی رسما طوفانه. حالا ما هیچی نمیگیم ولی دیگه دیگه گندشو گذار نیار دیگه پیچ او دیگه جاش
آره دیگه. خب چیکار می‌کنیم؟ اینو به این چسبید تو هم باید بیای تو کار. ها. چون که نیاز دارم به شما، کمک شما. پیچ بیار دیگه. کوچولوها رو بیار. وایس که دستم 8 تا باید بیاری. 1 2 3 4 5 6 تا. 1 2 3 4 5 6 8. بگیری وظیفه خطیر روز پانه شد اینجوری کردم اون نفر معلوم شد جوری از من حمایت کردی من مثلا داشتم اتم هوا میکردم همیشه خب اتفاقی که هست اینجوری اینا چی باهاش آدم دلش میخواد بپره. میگم که کاش از این چیزا کاش گربه بودم چه ناز شد خیلی